حکمت ششم: اگر نصیحتگر بی عیب می بود. یکی از بزرگان تابعین، سعید بن جبیر، در طول عمر خود وعظ و نصیحت می کرد. هر روز پس از نماز بامداد و عصر در مسجد وعظ می گفت. سعید بن جبیر چنین فرمود: اگر وعظ و نصیحت را تنها افراد بی عیب می گفتند، پس کسی حق وعظگویی را پیدا نمی کرد. کسی بی خطا و بی عیب نمی شود. سعید بن جبیر نصیحت را بر همه کس می کرد و عیب کسی را بر رویش نمی گفت. شرح: اگر کسی به تو سخن و یا پیشنهاد خیری کند، آن را در ترازوی عقل خود بسنج. اگر خیر باشد قبولش نما، وگر نه، نی.